سلام به شما عزیزان، من علی جمشیدی ام، اینجا شهر دبی و امروز هم قراره با یکی از ایرانی‌های موفق کشورمون گفتگو بکنم. خیلی خوش آمدید جناب خسرو حداد، کوفاندر و قائم مقام گروه صنعتی فیبو. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر علی جمشیدی عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. مرسی که امروز اومدید پیش ما و فرصتی شد که با هم یک گپ خوبی بزنیم. مرسی که افتخار دادین. من دوستی دیرینه دارم با مدیران محترم مجموعه فیبو و خیلی خوشحالم، مدت‌ها بود منتظر این اتفاق بودم. برام همینطور. و حالا به بهانه حضور شما تو کشور امارات می‌خوایم با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم. جناب حداد، به من بفرمایید که گروه صنعتی فیبو چیه؟ چی کار میکنه؟ کارش رو از کی، کجا، چطوری شروع کرده؟ گروه صنعتی فیبو سالهای قبل با پژوهش‌ها و مطالعات آقای دکتر کامبیز یوسفی که مدیر عامل و فاندر اصلی گروه صنعتی فیبو هستند، در زمینه تولید محصولات ساستینبل و متریال جدید ساختمانی خب کارش رو شروع کرده. تقریبا چند سال پیش بود. حالا من این افتخار رو داشتم که با دکتر با هم ملحق شدیم و با مدل در واقع واگذاری فرانچایز های صنعتی کارمون رو شروع کردیم. امروز در حدود 200 فرانچایزر داریم که در واقع ما حالا با پشتوانه کارخانه تولید ورق‌هایی که داریم که 2 تا کارخانه در ایران داریم و معدنی که داریم، چون از کوه و زمین خاک معدنی رو در میاریم، بعد میاریم تو کارخونه‌هامون تبدیل به ورق‌های ساختمانی میکنیم که در دیوارکشی‌های ساختمان، در سقف‌های کاسه و در تولید در استفاده میشه. این قسمت پرودیوس کردن در واقع ورق خاممون رو به دیوار که ما بهش میگیم ساندویچ پنل یا FSP و یا درسازی، این قسمت ها رو ما به صورت فرانچایز میدیم به عزیزانی که میخوان یه کارخونه داشته باشن، میخوان یه درآمد خوب و مطمئنی داشته باشن که اونها با شرکت قرارداد میبندن. ما بهشون خط تولید و ماشینالات رو در کارخانه یا سله‌ای که دارن براشون پیاده میکنیم، خط رو راه میندازیم و مواد اولیه رو ماه به ماه بهشون میدیم، اونها تولید میکنن. اون مواد پروداکتی که ساخته شده رو دوباره به فیبو برمیگردونن و ما دستمزد بهشون پرداخت میکنیم. و خب طی مثلا سالهایی که با هم قرارداد داریم، برای اونها یک درآمد مطمئن و خوبی رو داره. و از همه مهمتر ما الان دنبال گسترش بازارمون هستیم در حالا هم کشور امارات، بعد از امارات چندین کشور دیگر رو الان توی برنامه داریم که تلاش بکنیم که فیبورد در واقع محصول اصلیمون رو انشاءالله تبدیل بکنیم به یک برند جهانی که در صنعت ساختمان کل دنیا بتونه نقش بازی کنه و بتونیم بازار رو ایجاد کنیم. من میخوام از شما بپرسم که این فیبورد که گروه صنعتی فیبو داره تولید میکنه چه محصولیه، چه کاربردی داره و چه ویژگی هایی داره؟ ببینید، ورق‌های ما چون از خاک‌های معدنی درست میشه، در واقع سورسش خاک‌های معدنی هست. خاصیت ضد آتش اولین خاصیتی است که در ورق‌های ما وجود داره. یعنی شما با دمای تقریبا 1000 تا 1200 درجه حدود 20 دقیقه مقاومت در قبال آتش داره. خیلی از نظر استاندارد بین‌المللی خیلی بالاست. این ورق‌ها جنسش از چوبه؟ نه، خاک معدنی هست و یه سری ادیتیو های دیگه. اینها ولی میتونه جایگزین چوب باشه به خاطر ویژگی هایی که داره. بله. اصلا این پنل های چوبی در واقع به همون شکل با ضخامت های یکسان 8 میل، نیم میل یا حتی 1.6 درست میشن و دقیقاً استفاده میشن در دیوارکشی، سقف کاذب و تولید در. کاربردش فقط در صنعت ساختمانه یا تو صنایع دیگه هم میشه ازش استفاده کرد؟ بیشتر صنعت ساختمانه. بله. دوم خاصیت ضد قارچه، ضد کپکه، ضد آنتی باکتریاله. یعنی ما از مواد معدنی استفاده میکنیم که خیلی هاش خاصیت‌های درمانی الان در داروسازی داره. و مهمتر از همه اینها در قبال رطوبت خیلی مقاومن. خب ما میدونیم جپسون بوردها
مثلا در مناطقی مثل امارات یا شمال ایران یه گرفتاری شده که یا کپک میزنه یا قارچ میزنه، سوسک دوش میفته، نمیدونم هر چند سال بار باید عوضش کنن. ولی ورقهای ما، من الان ورقها رو خدمتتون میدم، شما بندازید توی آب 10 روز دیگه در بیارید، این روز اول. در حالی که مثلا جپسون بورد بندازیش توی آب بعد چند ساعت باز میشه اصلا. و تقریبا الان تو تمام ساختمان ها اون سیستم داره استفاده میشه، درسته؟ بله، جپسون بورد ها. بله بله بله. و فیبورد آینده متریال آینده صنعت ساختمان دنیا خواهد بود. ما در یک برنامه دراز مدت، البته کلا تمام برنامه‌های فیبو 50 ساله طراحی شده، گفتیم حالا تا زمانی که ای خدا عمری به ما بده بتونیم کار کنیم. به اتفاق آقای دکتر یوسفی من مطمئنم تا 25-30 سال آینده فیبورد در 100 کشور دنیا کارخانه خواهد داشت و محصولش در صنعت ساختمان 100 کشور حداقل عرضه میشه. بسیار عالی. آره الانم که تو تمام دنیا توجه ویژه‌ای داره میشه به موضوع ساستینبل. آره به همین دلیل موضوعاتی که شما گفتید از لحاظ بهداشتی، از لحاظ نمیدونم امنیتی، خود ضد آب بودنش، ضد حریق بودنش، اینا موضوعاتیه که الان مخصوصا تو کشورهای پیشرفته خیلی بهش توجه میکنن. دقیقاً. ببینید الان ما در ایران به عنوان برترین متریال سبز ساختمانی در کل کشور شناخته شدیم. توسط مؤسسه سبز اروپا این عنوان به فیبو داده شد. ما ساستینبل ترین متریال ساختمانی در ایران و خب متعاقباً در امارات و کشورهای دیگه خواهیم بود. در امارات الان کارخانه خودمون رو داریم تأسیس میکنیم. فرانچایز های ساخت دیوارهامون رو البته به تعداد محدود 25 تا داریم واگذار میکنیم و بعد از اینجا هم کشورهای دیگه انشالله بیتونیم گسترش بازار بدیم. بله این توضیح دوباره ازتون بگیرم. شما الان توی ایران 2 تا کارخونه دارین، چند تا معدن دارید که خودتون دارید این محصولات رو تولید میکنید و فرانچایز میکنید. مکانیزم فرانچایز کردنتون چطوریه؟ یعنی نمایندگانی که تو ایران دارید الان چه کاری انجام میدن؟ از شما ماشینالات خریداری میکنن و بعد تولید میکنن؟ بله ببینید یه مبلغی رو به شرکت پرداخت میکنن و در ازای اون مبلغ ما اول امتیاز نمایندگی رو دادیم، 2 ماشینالات و خط تولید رو براشون توی سلشون راه اندازی میکنیم، آموزش میدیم، استانداردها رو خدمتشون میگیم، متریال رو ماه به ماه براشون ارسال میکنیم، اونها در واقع تولید رو طبق آموزش‌ها و استانداردهایی که دادیم انجام میدن. متریالی که تولید میشه رو اونا دیگه نمیخواد بازاری بکنن، اون متریال رو به شرکت برمیگردونن و در ازاش دستمزد دلاری دریافت میکنن و ما متریال رو خودمون میبریم در ساختمان ها مارکتینگ میکنیم، میفروشیم، نصب میکنیم، اینستال میکنیم و به ساختمان ها در واقع سرویس میدیم. چرا دستمزد دلاری میدین؟ خب برای که اصلا مبنای کار ما همش دلار بوده از اول دیگه. برای نماینده هم شیرین‌تر دلار بگیرن از شما. البته اینو خدمتتون آقای دکتر جمشیدی عرض بکنم که در ایران ما دیگه فرانچایزهامون تموم شده، چون بیشتر از ظرفیت کارخونه‌هامون نمیتونیم بدیم. ما در امارات هم فقط 25 تا فرانچایز واگذار خواهیم کرد. الان در امارات ما فرانچایز ها رو واگذار میکنیم و بعد از امارات خب حالا کشورهای دیگه یکی یکی شروع میشن. تو ایران حدود 200 نماینده داریم. حدود 200 نماینده داریم. بله فوق‌العاده است. و به من بگید که مکانیزم عملکردتون توی امارات به چه شکل خواهد بود؟ برای چه افرادی جذابه که بیان تو گروه صنعتی فیبو سرمایه گذاری بکنن یا از شما نمایندگی بگیرن؟ ببینید در امارات خب یه سری افرادی هستن که در امارات سال‌هاست دارن زندگی میکنن. اغلب توی امارات افراد 2 تا 3 تا خونه میخرن که اجاره بدن. این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر مرسوم در اینجاست. اما خب سودهای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان توی امارات سالی بین 5 تا 10%. حالا بعضی‌ها ممکنه حالا تا 12% هم در سال برسه. اما کسی که کارخونه میگیره از ما و ما کارخونه‌شو براش راه اندازی میکنیم، سودش بالای سالی 70%. یعنی دلیلم داره، به خاطری که کسی که خانه میخره دیگه کار نمیکنه، میره میشینه فقط سود میاد روش. اما کسی که خب کارخونه میگیره از ما
هر روز باید بالاخره مدیریت کنه، کارگرها، تولید، مسائلش خب باید درآمد بهتری هم داشته باشه. و یه سری عزیزانی که در ایران هستن، ایرانیان، البته ما نمایندگی‌هامون رو فقط صرفا به کامیونیتی ایرانی‌ها واگذار نمی‌کنیم، بیشتر به کامیونیتی اعراب و نشنالیتی‌های دیگه واگذار می‌کنیم. اما این فرصت برای ایرانی‌های هموطنانمون هم هست. کسانی که در امارات تشریف دارن میتونن بیان مذاکره کنیم و خب اگر حائز شرایط شدن و ما تونستیم اپروو کنیم، اینجا براشون کارخونه را بندازیم کار کنند. خب درآمد ما ماهی $80,000 درآمد به نماینده های فرانچایز های ساندویچ پنلمون پرداخت میکنیم که هزینه های ماهانهشون حدود $38,000 هست و حدود $42,000 در ماه نت پرافیت سود شده. پس نماینده شما نزدیک به ماهی $50,000 میتونه سود داشته باشه با گرفتن نمایندگی. $42,000 ما میگیم، حالا یه مقدار بیایم پایین‌تر، چون ماهی $38,000 هزینه اجاره سله و کارمندا، پول ترانسپورت، یوتیلیتی‌ها، اینا هزینه داره. چه امکانات و شرایطی باید داشته باشن، چه از لحاظ مالی، چه امکانات فیزیکی، چی باید بیارن که شما بهشون نمایندگی بدین؟ ببینید خب ما اول 3 چیز رو بررسی میکنیم برای واگذاری نمایندگی. مسئله اول بحث توانایی‌های اون فرده که ببینیم میتونن سالها اصلا نماینده ما باشن، از نظر دانش، فنی، تخصصی، رفتار. بالاخره اون کسی که میاد فرانچایز ما رو میگیره در واقع یک نوع شریک تجاری میشیم با هم. مهمترین مسائل اونه. دومین مسئله بحث‌های مالیشونه، چون باید به هر حال پول لازم برای گرفتن نمایندگی ما رو داشته باشن، دیپازیت ها رو بعد بتونن برای مواد اولیه پرداخت بکنن و خب هزینه های اولیه‌ای که برای گرفتن کارخانه و ستاپ کردنش رو باید توان مالیش رو داشته باشن که بتونن انجام بدن. و سومین مسئله بحث رعایت اون استانداردها و شرایطی است که ما داریم در فیبو، چون به هر حال در یه برند جهانی ساختن استانداردهای زیادی داره و عزیزانی باید باشن که بتونن اونها رو بپذیرن و اجرا بکنن. این خب خیلی مهم. تو بحث مارکتینگ آیا کامیونیتی ایرانی ها در امارات میتونن با شما کار بکنن؟ مثلا افرادی هستن تو حوزه ساختمان فعالن، تو حوزه ریال استیت فعالن، میتونن پروژه بگیرن برای شما بیارن برای تجهیز کردن یک ساختمان یا یک برج؟ بله، با افتخار. ما همیشه میگیم که ما در فیبو روزی و برکت فراوون زیاد داریم. قطعا چرا هموطنان عزیزی که به هر حال شایستگی دارن و خیلی اما خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم ما کار بکنن. من ترجیح میدم همیشه روزی بین هموطنان خودم تقسیم بشه تا نشنالیتی های دیگه. این از حس ایران دوستی و ایران پروریست که داریم. اما واقعیت اینه که فیبو به کامیونیتی ایرانی ها ختم نمیشه. ما با همه نشنالیتی ها در بازار بین الملل، اصلا بحث نشنالیتی دیگه مطرح نیست، باید با همه کار کرد. درست. ولی خب ایرانیان عزیزمون روی چشای من جا دارن. اون کارگاهی که گفتین باید اجاره بکنن حدوداً چند متره و اینکه آیا میتونه حوالی شهر دبی باشه؟ بله، 1500 متر ما سوله نیاز داریم با برق 75 آمپر به بالا و این در هر جای امارات باشه، رأس الخیمه، شارجه، نمیدونم العین، ام القوین، یا ممکنه حتی سمت خود دبی، جبل علی و یا ابوظبی، هر جا باشه ما میتونیم نمایندگیمون رو. پس در واقع میتونن یک زمینی رو اجاره بکنن، تجهیزات رو از شما خریداری بکنن و شروع بکنن به تولید، محصولات رو به خود شما بفروشن. بله کاملا. خیلی خیلی عالی. موضوعی میمونه که دوست داشته باشین بگین، چه در مورد فعالیت‌های داخل ایران چه امارات، و اینکه آیا بعد از امارات وارد کشور دیگه میشین؟ چشم اندازتون چیه؟ گفتین تا 100 تا کشور خواهید رفت. بله. قدم بعدی چیه؟ ما بعد از امارات همین الان تقاضای راه اندازی فرانچایز و کارخانه در کشور اندونزی، فیلیپین، آمریکا، کانادا و اروپا رو داریم. اما خب ستاپ کردن شرکت در کشورهای مختلف یه مقدماتی داره که ترجیح داریم فعلا با تمرکز امارات رو تموم کنیم پروژش رو و بعد وارد کشورهای دیگه بله دیگه. اصلا شما حضورتون اینجا یعنی تمام کشورها رو دارین همین لحظه. بله، خوشبختانه. این حسن اماراته. خوشبختانه همینطوره. آره.
به هر حال من فقط تنها حرفی که میمونه اینه که بگم واقعا عاشق اینم که بتونیم خلق ثروت کنیم و ثروت رو با دیگران توزیع کنیم و به اضافه اینکه بتونیم پروژه های خوبی رو در صنعت ساختمان دنیا به صورت ساستینبل بسازیم و بتونیم آینده صنعت ساختمان رو با کانسپت ها و تکنولوژی هایی که در آینده برای بشریت اتفاق میفته و ایجاد میشه ببریم و بسازیم ساختمان ها رو. چون بشر آینده خیلی متفاوت با بشر امروز زندگی می لایف استایلش اصلا چیز دیگری خواهد بود. ما از الان باید برای بشر آینده فکر کنیم و آینده پژوهی کنیم و مطابق با سلیقه و نیازهای اون ساختمان ها رو بسازیم و این دانش و تکنولوژی رو ما باید هر روز بیشتر کنیم. جهان به عقب و سنت بر نمیگرده، جهان به تکنولوژی و آینده حرکت میکنه. ما باید متناسب با تکنولوژی و آینده حرکت کنیم. درسته. اینو به من بگید، برام این سوال ایجاد شد که محصولی شبیه محصول شما الان توی ساختمان‌های دبی داره استفاده میشه؟ خیلی کمه یا هست یا زیاده؟ نه، الان مساله سنتی داره در امارات و دبی مثل ایران استفاده میشه و فیبورد در واقع محصولی هستش که یه برند نیوی در صنعت ساختمانه و من مطمئنم تا 5 سال آینده شما هم در امارات هم در ایران هر ساختمانی که از ورق فیبورد ساخته شده باشه ارزش خریدن پیدا میکنه. یعنی میشه برند اون ساختمان، برند اول میشه. اینو بهتون ایمان دارم و ثابت میکنم. چرا؟ چون الان ما در ایران تو تمام محصولاتمون مجوزهای مرکز تحقیقات ملی صنعت ساختمان رو گرفتیم. نظام مهندسی و همکارای ما که در فروش پروداکت های ما در ایران کار میکنن با نظام مهندسی الان ارتباطات خیلی خوبی داریم و واقعا فیبورد به عنوان یک متریال جدید و نسل آینده صنعت ساختمان الان داره مطرح میشه. این اتفاق در امارات هم افتاده چون اینجا خیلی موضوع مهمیه ها. یعنی اگر مثلا یه ساختمونی بگن که آرشیتکتش فلان شخص بوده، این خودش یه مهر تایید روی اون ساختمان و حالا اگه بگم متریالش از فیبورده، اینم خودش یک امتیاز بزرگ محسوب میشه. بله. برای چه کسایی جذابه که بیان از شما نمایندگی بگیرن، سرمایه گذاری بکنن توی کشور امارات؟ فرانچایز های ما برای کسانی که سرمایه دارن ولی نمیدونن چی کار بکنن و مطمئن نیستن که اگر کار رو شروع کنن زیان میکنن یا سود میکنن و حال و حوصله یا دانش و تخصص مارکتینگ ندارن، خوبه. خیلی ها میخوان پولشون رو یه جا بذارن مطمئن بشن یه سود خوب و درآمد تضمین شده ای دارن، ولی بازار اینقدر تلاطم داره نمیدونن کجا بذارن. درسته. اون افراد میتونن بیان فرانچایز ما رو بگیرن. و من اینجا خیلی دیدم، یعنی پولهای بیکار هست که اون شخص نمیدونه باهاش چی کار انجام بده. بله. نهایتا اینه که سرمایه‌شون رو ببرن توی ملک، اونو اجاره بدن که خب اونم سودش به اندازه کاری که شما دارید میکنید نیست. بله دقیقاً. و به اضافه این که ببینید در امارات کارخونه دار میشن. کارخونه دار شدن در امارات برای افراد یک کلاس دیگه‌ای داره از نظر اعتباری که در اینجا پیدا میکنن. درسته. چون دولت امارات الان به کسانی که کارخانه تولیدی میزنن خیلی فسیلیتی میده، خیلی براشون اعتبار و امتیاز قائله و به اضافه این که یک درآمد مطمئن و سودآور دارن، چون نه دغدغه تامین مواد اولیه دارن نه دغدغه مارکتینگ و فروش دارن. بله. پس مواد اولیه رو شما میدین، دستگاه رو شما میدین، حتی محصولی که تولید میشه رو شما ازشون خریداری میکنیم و دستمزد خوبی میدیم، دستمزدی که سود خوبی برای نماینده ها و احتمالاً توی قرارداداتون با کسانی که از شما نمایندگی میخوان یه سیفتی یا گارانتی هم بهشون میدید که این محصولاتی که تولید میکنن خریداری بشه؟ بله، در قراردادها ما همه اینا رو داریم. بله. ببینید جناب دکتر جمشیدی، ما متریالمون رو در واقع داریم به صورت امانت میدیم به نماینده فرانچایز گیرندمون که تولید کنه به ما برگردونه. من دلم برای اموال خودم میسوزه، حتما محصولم رو پس میگیرم و حتی باید نماینده ما دیپازیت بذاره که اون محصول ما رو نبره به کسی نفروشه، خرابش نکنه. اینا در قراردادها پیش بینی شده. من حتما محصولم رو میخرم از نمایندمون.
جناب حداد اینو به من بگید که چون فرمودین توی صحبتاتون فقط 25 نماینده تو کشور امارات خواهید پذیرفت، علتش چیه؟ چرا 50 تا نمیگیرین؟ ببینید ما به اندازه ظرفیت تولید ورق که در کارخانمون داریم میتونیم فرانچایز واگذار کنیم. ما بیشتر از اون نمیتونیم اصلا واگذار کنیم. برای همین تعدادی که اصلا قابلیت واگذاری داره فقط همین 25 تا هستن. یعنی دارین متریال و حتی مارکت رو در نظر میگیرید؟ بله ما بیشتر از توانمون که نمیتونیم فرانچایز واگذار کنیم. تعداد 25 تا حد اکثر تعدادی است که ما میتونیم بدیم و اینا تموم بشه دیگه فرانچایز در دبی واگذار نخواهیم کرد که میتونن از نشنالیتی‌های مختلف باشه. بله از نشنالیتی‌های مختلف. و در ایران هم همینو داشتیم. ما در ایران هم به اندازه ظرفیت تولید کارخونه هامون فرانچایز واگذار کردیم. به محضی که اون سقف تموم شد دیگه الان واگذاری فرانچایز در ایران نداریم. کشورهای دیگه‌مون هم همین خواهد بود. فقط به اندازه ظرفیت تولید ورق در کارخانجاتمون میتونیم ما فرانچایز واگذار کنیم. یه سوال دیگه دارم. دوره نمایندگی فرانچایز شما چند ساله است و اینکه اگر اون فرد نماینده به هر دلیلی منصرف بشه از همکاری با شما، آیا میتونه اینو به خود شما برگردونه دستگاه ها رو و آیا میتونه اون رو واگذار بکنه به شخص دیگری؟ سوال خوبی پرسیدید. اولا دوره اولیه فرانچایز های ما در تولید ساندویچ پنل‌های ساختمانیمون 3 سال است و بعد از 3 سال قابل تمدید هست برای سالهای بعد. در مورد واگذاری فرانچایزی که کسی از ما میگیره ممکنه 6 ماه بعد 1 سال بعد شرایطی براش پیش بیاد که بخواد به کس دیگه واگذار کنه. بله این واگذاری امکان داره و ما میتونیم فرانچایز رو اصطلاحاً میگن میتونن بفروشن به کس دیگه ای. این امکان وجود داره. بله. امکان بازگشت به خود شما چطور؟ ما امکان بازگشتش رو در شرایط خاصی پیش بینی کردیم ولی خب مقاطع مختلف داره که اونو دیگه در دیتیل قراردادها داریم. خب خیلی ممنونم از شما جناب خسرو حداد عزیز، قائم مقام گروه صنعتی فیبو. براتون آرزوی موفقیت دارم تو کشور امارات، همونطور که تو ایران همینجوری پله‌های موفقیت رو تو این سالا طی کردید و درخشیدید. عزیزید، برای من باعث افتخار بود که امروز میزبان شما بودم. لطفتونه. مرسی. سپاس از اینکه تشریف آوردین. منم برای شما آرزو موفقیت و پیروزی بیشتری دارم و همیشه آقای جمشیدی خوب درخشیدن در بین ایرانی ها و باز هم برای ما خواهند درخشید. خیلی متشکرم. زنده باشید. مرسی. ممنون. متشکرم. مرسی. شاد باشید. قربونت. ممنونم. متشکرم. مرسی. ممنونم. برنامه کامل رو میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید و تیکه های کوتاه‌ترش رو تو صفحات اینستاگرام.